هر لحظه ممکنه علی کریمی برای همیشه به ایران تحویل داده بشه. بعد توییت جنجالی که علی کریمی زده، حالا خبرایی داره میاد بیرون که میگن قرار علی کریمی دیپورت بشه و به ایران برگرده. داخل ویدیوی امروزمون قراره به صورت کامل وارد این موضوع بشیم و یه سری حواشی از رپ فارسی براتون آوردم که فری استایل‌های بچه‌ها و رپرایی که واسه این شرایط خوندن. بهتون پیشنهاد میکنم که تا آخرین این ویدیو همراه من بمونید. باکس امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من محمدم و مثل همیشه اینجا رپ تایمه. ستونم بالاخره یه حواشی اومد، من گفتم بتونم اولین نفر براتون بسازم صبح جمعه و اینو براتون پخش کنم. داستانی که این وسط وجود داره اینه که علی کریمی مجدد پریده به حالا این نظام و حالا اصلا کاری با نظام نداریم، پریده به قرآن، یه جورایی میگن توهین به قرآن کرده و حالا اصلا کاری به توهینش ندارم، نمیخوام نظر بدم درست بوده یا غلط بوده. و داستانی که این وسط وجود داره میگن که علی کریمی رو قراره دیپورت بکنن. امروز یه سری خبرها براتون آوردم و متن توییت جنجالی علی کریمی آوردم که با هم دیگه مثل همیشه تحلیل کنیم و راجعش بخونیم دیگه. و کلی خبر داریم، از هادی چوپان بگی، پویان مختاری بگی تا علی دایی و در آخرم یه سر به رپرها میزنیم و یکی از فری استایل‌های حالا سیاسیشون با هم دیگه گوش میدیم. یک لحظه وقت بذارید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو مثل همیشه بزنید. دمتون گرم. با هم دیگه میریم ادامه ویدیو. ماجرا از این توییت علی کریمی شروع شد. بچه‌ها این توییت علی کریمی نه فیکه نه چیز دیگه‌ای، درسته. اگه میبینید مثلا اون بالا پرچم پهلوی خورده، برای شما اگه پرچم پهلوی نیست باید حالا توییترتون رو بروزرسانی بکنید، همینقدر راحت. و ایلان ماسک یه حرکتی که زده، یهویی اومد پرچم جمهوری اسلامی رو برداشت، مثلا پرچم حالا پهلوی آورد گذاشت، شیر و خورشید آورد گذاشت به جای الله، و اینو حالا دیگه به هر حال تغییر داده و الان تغییر پیدا کرده. کسایی که بغل اکانتاشون حالا اون پرچم الله بود به صورت کامل برداشتن و با این ایموجیای سفید، حالا قرمز و سبز خودشون درست کردن پرچماشونو، چون دیگه پرچم پهلوی شده کامل، تو نمیتونی استفاده بکنی اگه طرفدار جمهوری اسلامی باشی. یه شب نصف شب این اتفاق افتاد، یعنی شما صبح پا میشدی اینو میدیدی تا ظهر هیچ کس دست نزد، میدیدی یهو مثلا ایجی پرچم پهلوی گذاشته بغل اسمش، یهو فکر می‌کنی واقعا انقلاب شده، اتفاقی افتاده. نگو که نه ایلان ماسک همچین حرکتی زده. پس این توییت فیک نیست. خیلی جا خونده بودم که میگن فیکه، دارن علی کریمی رو بد میکنن. نه، این توییت واقعا فیک نیست. خب و یه توییتی زده نوشته که از این لحظه هر یک اعدام فرزندان ایران مساویس با سوزاندن یک قرآن، بجنگ تا بجنگیم. هر اعدام سوزاندن یک قرآن هشتگش کرده و مردم خواستن این داستان حالا ادامه بدن. و من خیلی هم تو گروه‌های تلگرامی یا تو کانالا دیدم که شروع کردن قرآن سوزوندن و حالا همچین حرکتایی زدن، یعنی یه هشتگی رو انداخته که گفته مردم اینو ادامه بدن. و خب به نظر من که کار درستی نیست. هر کس اعتقاد خودشو داره، حالا من صرفا اعتقاد ندارم، نباید به تو بگم آقا برو قرآن رو بسوزون. بچه‌ها داستانی که این وسط وجود داره همینه که نباید همچین حرفیو میزد به نظر من، چون یه آتوم میده دست مخالفای خودش، دست هیترای خودش که همچین حرکتی رو زدن. چون ببینید چه بخواید چه نخواید، اگه شما مخالف باشی توی خونه، مثلا مادرتون موافق باشه، این به گوش مادرتون میرسه قطعا. تو انقدر تو صدا سیما اینو پخش میکنن، بهتون قول میدم از امشب شما 3 بار هر شب اینو تو صدا سیما میبینید، توهین علی کریمی به قرآن. و یعنی میدونید دیگه خودتون چه اتفاقی میفته. شما به فرض مثال خودتون اگه موافق باشین، مادرتون پدرتون مخالف باشه، اینو ببینه تو مخه میشن برای شما. و این به نظر من میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات علی کریمی تو این دوران باشه. واقعا خوب نیست، جدی اینو دارم میگم. و حالا جدا از همه این داستانا، میگن که این یه سری از افراد حالا پیگیری کردن و شکایت کردن توی کانادا از علی کریمی و به زودی قرار برای علی کریمی دادگاه تشکیل بشه. ولی فکر نمی کنم. میدونید چرا؟ چون شاهین نجفی اون موقع اینقدر به اسلام فوش میداد یا خیلی دیگه، فکر نمی کنم اصلا همچین اتفاقی بیفته که بخوان علی کریمی رو دیپورت بکنن. خب چون من یه خبری چند ساعت پیش خوندم از یه کانالی که نوشته یک شبکه‌ها رو عربی گفته بود که علی کریمی با درخواست آتش زدن قرآن داره جنگ مذهبی را میندازه که به نفع هیچ کس نیست. یه سری وکیل مسلمان ازش شکایت کردن و این شکایت توی کانادا که محل اقامتش پیگیر میشه. یه شبکه معتبر اومده همچین داستانی گفته و گفته یه سری وکیلی که مسلمان بودن به نمایندگی و مسلمونا همگی اومدن و شروع کردن از علی کریمی شکایت کردن و دوست دارن زودتر علی کریمی محاکمه بشه. ولی بازم من بعید میدونم که بخوان علی کریمی رو
دیپورت کنن. چرا؟ چون علی کریمی داره حقوق پناهندگی هم میگیره دیگه. ببین شما وقتی میری توی کشور باید حتما پناهنده سیاسی اون کشور بشی، حتی اگه بزرگی که خیلی کارت راحت میتونی پناهندگی سیاسی اون کشور رو بگیری. کانادا هم یکی از کشورهایی که حالا خود سپاه رو تروریستی اعلام کرد و گفت که تا پایان این داستانا ما اصلا با ایران هیچ همکاری نداریم. خب یعنی کانادا هم یه جورایی میتونم بهتون بگم کلا کشور سیفیه برای کسایی که حالا فعالیت سیاسی دارن و عملا فکر نکنم اتفاق خاصی بخواد بیفته واسش. خب ولی خب بازم داستان اینه نباید به نظر من همچین توهینی صورت میگیره، به خاطر اینکه هم آتو میشه، هم نباید دست رو عقیده مردم گذاشت. عقیده هر کس به خودش مربوطه. اینو بارها تکرار میکنم، نباید اینو جار بزنی. برسیم سراغ موضوع بعدیمون. موضوع بعدی ژیلا صادقی، خب که یکی از حالا اون کساییه که تو صدا سیماست، مجری صدا سیماست، اومد به علی، ببین الان که به خیلی‌ها داره توهین میکنه، خب کاری ندارم با این داستان. و بچه‌ها علی دایی اومده بود یه پستی از خودش منتشر کرده، یعنی تو پیج خودش که نبوده، خب حالا در این پیست اسکی بوده و داشته مصاحبه میکرده، خب و یه حالا هشدارایی به مسئولین میداده. خب ولی عادی جوپا مسئولین برای من عددی نیستن. بعد این وسط حالا ژیلا صادقی سوزنش گیر کرد رو علی دایی دیگه، نوشته که علی آقا خیلی قصه داری از کشته شدن بچه هامون، تو رو خدا مراقب باشید اونجا سرما نخورید، چون ما اون وقت متوجه نمیشیم دارید گریه میکنید واسه جوونامون یا آب حالا بینیتونه که داره میریزه از سرماخوردگی. حیف که ما نتونیم قصه شما رو برای جوونامون ببینیم. بعد یه ذره دیگه حالا داستان برگشت و یه ذره هجومی‌تر صحبت کرد و گفته بود که علی آقا راستی اون پلیسایی که دزد گردنبندتون رو گرفتن و مجازات کردن یادتونه، پلیسامون شهید شدن، خبر داری؟ چون ببین تا الان علی دایی هیچ گونه تسلیتی به پلیسا و اون کسایی که حالا تو راه امنیت کشته شدن و شهید شدن نگفته، به هیچ عنوان نگفته. و این لیزر ژیلا صادقی رفته رو مخش دیگه و هادی چوپان پیجش پرید و یک ساعت بعد اومد دیگه هادی چوپان آب از سرش گذشته. خب الان دیگه رفت کنار سمت اونور. شاید تا الان مردمی بازی در می آورد ولی الان دیگه اینجوری نیست. میگه آقا من اگه امام علی هم باشم شما بازی یه اسمی رو من میذارید، یه چیزی به من میگید، خب چرا من الان باز خودمو با شما درگیر کنم؟ و هیچی، پیجش پرید اومد یه کری سنگین برای مردم خوند، گفت آقا من با خودم، تو من با خودم هیچ کاری نمیتونید بکنید. خب یعنی پیجش پرید، بعد 5-6 ساعت برگشت اومد یه استوری گذاشت واسه مردم کری خوند و یه دونه این پرچمای حالا تو محرم هم میبندن بست. خب پیج پویان مختاری هم بسته شد که البته همشون اینا دیگه برگشتن، اینا انقدر پول دارن زود برمیگردونن. هادی چوپان که دیگه معلومه وضعش، دیگه پویان مختاری هم که انقدر پول داره نمیذاره پیجش بالا 2 ساعت بسته باشه حداقل. و کاور ترک حسین تی ام که یه ترک اعتراضی تی ام و افراد حالا که با تی ام کار میکنن مثل طوفان کریپتو، خود تی ام حسام تی ام و کل افراد واقعا شرف داشتن این مدت، با اینکه تو ایران بودن هم فریستایل سیاسی دادن، هم ترک سیاسی دادن و هم کلی فعالیت سیاسی کردن. سلچیگینی هم حالا یه دونه فریستایل داده، فریستایل که نمیشه گفت دیگه تقریبا ترکتوره، که اینم بریم ما هم دیگه ببینیم و برگردیم. سرم به سنگای خورد که وا نکنده بودم، این همه مچاله نمی شدم اگه باهات تا نکرده بودم. تنم پر شده از زخمایی که زدی، ازم نخوا با نمک بمونم. چقدر میترسیدم ازت تا این شب وا شد روم تو روی آینم، دست بزن داشتی پیچید تو کل کوچه رای هم، دیگه این خونه یا جای تو یا جای من. چه قولایی دادی و فراموش کردی، میدونم تمومی نداره رنجم، چون در اومد دخلم تا درات خرجم. ببین 2 تا 4 تا همشه دیگه رو صورتت افتاده پنجم. میگفتی دوستت دارم مثل رابطه ی بوی خون و کوسه ها، گیر کردم تو کاش تو شاید تو چه ها. هم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید، امیدوارم که حالتون همیشه خوب بمونه تو این شرایط. لطفاً روی خودتون نبازید و سعی کنید قوی باشید دیگه. تنها چیزی که میتونم بگم همینه. دمتون گرم. لایک، کامنت، ساب مثل همیشه یادتون نره. به امید دیدار.